در مورد کندی ما میخوایم تو رو بگویم که روز امروز که من شما صحبت میکنم، روز گذشته ما بیش از 23,000 دوسیه تذکره الکترونیکی را طی مراحل کردیم. من فکر میکنم هیچ اداره دولتی دیگر در افغانستان به می ظرفیت که روز 23,000 دوسیه تذکره الکترونیکی یا کدام مورد دیگر طی مراحل کنه شاید نداشته باشیم. بالاترین ظرفیت است. وقتی که ما 23,000 میگیم این ضرب 2 است. به این معنا که 23,000 نفر برای ثبت نام و جمع‌آوری معلومات بایومتریک میآید. تقریبا دمی حدود تعداد دیگه به خاطر اخذ تذکره خود میآید. یعنی تعداد دو چند است. و این که باز یک تعداد دیگه مشکلات جانبی دیگه می داشته باشه و موارد دیگه می باشه، یک تعداد حضور پیدا میکنه در مراکز. مدیریت کردن اینمطور یک پروسه و یک عملیات بزرگ من فکر میکنم که به انرژی بسیار زیاد ضرورت داره و اداره توانسته در زمان بسیار کم ما ظرفیت خود از 2400 به بیش از 20,000 رساندیم. من میخوایم اینطور بگویم که در بعضی موارد مشکل دو جانبه است. اسناد وقتی که به ما میرسه اسناد کمبودی می داشته باشه. مشکل دیگه ای که وجود داره که بسیار مشکل جدی است، یک تعداد از مردم بیش از یک تذکره داره با معلومات های متفاوت. وقتی که پیش ما مراجعه میکنم، ما وقتی که حالت سیستم میبینیم چون او همش سافت شده، میبینیم که یک شخص بیش از 2 تذکره داره که قضایای زیرا بیشتر جنجالی میکنه. یک تعداد زیاد از مردم ما وجود داره که تاریخ تولدشان یا سال تولدشان با معلومات پاسپورتشان و سند تحصیلیشان تفاوت داره. تفاوت در شهرت و در معلوماتشان سبب میشه که پروسه‌ایشان زمانگیر شود.